کودکان رستم خالوف ساکن شهر کولا بعد 3 ماه زندگی در یک خانه سرد و نیمه ساخت به خانه خودشان برگشتند و بسیار خوشحالند. رستم خالوی 50 ساله که بیمار بستری است 20 سال پیرشکی فروخت و همین خانه را خرید، ولی 3 ماه پیش از پشت یک خطای برادرش از یگانه سرپناهش محروم شد. حالا رستم خالوف از رادیو آزادی هم منتدار است که این مشکل او را در مطبوعات مطرح کرد و صدای او به گوش مقامات رسید. رحمت اول با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که مثل آدم و فرزند را غمش هم میخوره، بعد رحمت به رادیو آزادی که مثل آمد عذاب کشید، تشویش کشید، ما را در مثل جایهایی که ما زندگی میکردیم استقامت میکردیم همه امو را به نوار گرفته، یک تا به یک طرف مثل در رادیو آزادی برآمد کردن با خاطر همه انسان ها و مثل به خانه و در خود برگشته آمدیم. همسر رستم نیز میگوید خوشحال است که یگانه سرپناهی با مشقت خریدهشان را دیگر باره به دست آوردند. قصه از خانه محروم شدن رستم خالوف بسیار دراز است. 3 ماه پیش دل او به دادر قرضدارش ظفر سوخت و همچون کفیل قرض برادرش را به گردن گرفت. ولی دیر نگذشته رستم تیموروف، کسی که به برادرش قرض داده بود، با تهدید خانه را از رستم خالوف کشیده گرفت و او را در کوچه پرتافت. این عائله صاحب 6 فرزند مجبور شد یک خانه نیمه ساخته را اجاره بگیرد و روزهای بی برق و سرد و سخت را آنجا سپری کند. مقامات در کولاب میگویند بعضیها از کم سوادی مردم عادی استفاده میکنند و آنها را فریب میدهند و رستم خالوف هم تومه چنین عوام فریبان شده است.